بهداشت صحتی مردم در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. در دوران صاحب استقلال کشور تا روستاهای دوردستترین بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی بنیاد گردیدند. ناحیه مرغاب نیز از این استثنا نبوده در 6 جماعت ناحیه نقطه‌های طبابتی فعالیت منظم دارند. با در نظر داشت طلبات باشندگان روستای علیچور و مرکز سلامتی، مقامات اجرایی حکم دولتی ناحیه مرغاب تصمیم گرفت تا با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت در اینجا بینای نو را بنیاد نماید. علاقه 40% کارهای ساختمانی در بینای مرکز سلامتی به انجام رسانده شده، کارهای خشتچینی ادامه دارند. از روی گفت سردار ساختمان نوروزشاه سید قاسموف، کارهای بنیادی را 9 نفر ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود نظری پیش میبرند. در برابر بنیاد بینای مرکز سلامتی در اینجا باز بناهای دیگر خواجگیدار اینفراستراکتوری نیز ساخته میشوند. مسائل ساختمانی از قبیل خشت، سمنت و فلزات از پایتخت مملکت شهر دوشنبه دسترس کرده میشود. کارهای بنیادی 8 میلیون سال روان آغاز گردیده. بنیادکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود نظری اطمینان دارند که مرکز سلامتی را همچون تحفه به صفت بلند و در مهلت معین گردیده به باشندگان علیچور تقدیم نمایند. برای رسیدن به این هدف تمام شرایطها مساعد آورده شده. با استفاده سپرده شدن بنا به طری روستا باز یک زیبایی دیگر ضم خواهد شد.